در این برنامه ما موضوع چره یا هرنیا یا هم به اصطلاح طبی فتق را مورد بحث با یکی از دکتر صاحبان متخصص این شفاخانه را قرار میدیم. سوالم از دکتر سیبی است، چره آیا مادرزاد هم بوده میتونه یا خیر؟ چیزی که بسیار ضرور است. اول خب مسئله حیثیت در چره قضیات در فکر گرفته نشده، اگر باشم فیصدی بسیار کم. چره زمانی رخ می دهد که بخشی از یک عضو داخلی بدن از طریق یک نقطه ضعیف در عضلات یا دیواره شکم بیرون می زند. با نام حضرت بالاترین که از ما به ما نزدیکتر، مهربانتر و دلسوزتر است. همراهان خوب برنامه صحت برای همه سلام. تمنا دارم در هر گوشه و کنار این کره خاکی که زندگی میکنین خوب و صحت و سرحال باشین و از همه امراض و آفات در امان باشین. عزیزان شما را به سلسله برنامه های صحت برای همه خوش آمدید میگم. ما در این برنامه در ادامه برنامه هایمان آمدیم به شفاخانه استقلال با انتخاب یکی از موضوعات مهم و حیاتی دیگر. در این برنامه ما موضوع چره یا هرنیا یا هم به اصطلاح طبی فتق را مورد بحث با یکی از دکتر صاحبان متخصص این شفاخانه را قرار میدیم. برای اینکه بیشتر در این رابطه بدانید ما را تا پایان همراهی کنید و تنها نگذارید. سلام مجدد تقدیم میکنم به همه همراهان برنامه صحت برای همه. شما شنونده و بیننده برنامه خودتان صحت برای همه دریچه تلویزیون معارف و همچنان رادیو معارف روی موج 96.8 هستید. قسمی که در ابتدای برنامه یادآور شدم موضوع برنامه امروزی ما چره یا هرنیا هست و یک تن از دکتر صاحبان خوب خوش کلام و متخصص رو امروز هم در کنار خود در این برنامه با خود دارم و بیشتر روی موضوعات مربوط به چره یا هرنیا با ایشون صحبت‌هایی را می داشته باشیم. سلام دکتر صاحب، خیلی خوش آمدین به برنامه. خرسند هستیم از اینکه وقت گذاشتین به برنامه امروزی ما. علیکم السلام. ما دکتر شیرافضل هستم، متخصص جراحی عمومی. ما هم به نوبه خود اولا به تمام بیننده های عزیز تلویزیون معرف، بعدا به شما و همکارای ما شما سلام تقدیم میکنیم. سپاس دکتر صاحب. اگر موافق باشین قبل از اینکه روی موضوعات مربوط به چره یا همون هرنیا صحبت بکنیم بریم با هم یک جا سوالات همشهریانمون رو در این رابطه بشنویم. بسیار خوب میشه. سپاس دکتر صاحب. عزیزان بیننده میریم با هم یک جا سوالات همشهریانمون را در رابطه با چره میبینیم و زود برمیگردیم. سوالم از دکتر سیبی است، چره آیا مادرزاد هم بوده میتونه یا خیر؟ از دکتر سابی سوال دارم که آیا تنها مردان به چره مصاب میشن یا یکی زنها هم به چره مصاب میشن؟ سوال ما از دکتر سابی است که علائم چره چیست و چگونه ما میفهمیم که به چره مبتلا شدیم؟ زما په ځین کې یو سوال ګرځي چې موږ چی سبب ده چې موږ چوره کیږو. برگشتیم عزیزان و سوالات همشهریانمون بود که با هم یک جا دیدیم و شنیدیم. قسمی که گفتم دکتر صاحب شیرافضل فیض متخصص جراح عمومی و موظف در شفاخانه استقلال را در این برنامه با خود به همراه داریم و بیشتر روی موضوعات مربوط به چره یا هرنیا با ایشان صحبت‌هایی را می داشته باشیم. دکتر صاحب خوب است که در ابتدا از اینجا آغاز کنیم که یکی از هموطنانمان پرسیدن که چره چیست و آیا خطرناک هم هست یا خیر؟ خب چره خو که به اصطلاح طبی برشان هرنیا میگه، یکی از تعریفایی که برشان گفته شده تمام ملحقات داخل بطنی. اکثریت وقتی که ما شما چره را در نظر میگیریم موضوع به طرف بطن میره. تمام ملحقات داخل بطنی اگر از یک نقطه ضعیفه یا احشای یا قسمتی از احشای داخلی بطنی که از نقطه ضعیفه‌ای که از شکم به اصطلاح ساده که بیرون برآمده ملحقات بیرون میبرایه، این به نام چره یاد میکنه. این مختص به این نیست که باید امی چره خاص و خاص در شکم به وجود میاد. میشه که در از ملحقات را از شکم به طرف سینه بره، میشه که ملحقات از طرف شکم به طرف پایین که او را به قسمت های مقبنی میگه به او طرف بره، میشه که از طرف راست کمر دیگه قسمت ها هم بره که از هر نقطه خود نقطه ضعیفه بنای معنی است که حلقه ای که در اوجا جور شده همو که او را در انگلیسی رنگ میگه، امی رنگ یا هم اینمی حلقه ای که است او ضعیف میشه، خواص الستیکیت خود از بین میته،
از او وقتی که محتوی داخل بطنی، مثلا اگر روده باشه، مثلا اگر اپندیکس باشه، مثلا اگر مثانه باشه، هر نقطه ای که در داخل بطن وجود، هر ملحقاتی که بیرون میبره به نام چرا یاد میکنن. دکتر صاحب میشه کمی هم در مورد عوامل چره یا هرنیا برای ما و بینندگانمان بگوین که چه چیزها باعث میشه که ما به هرنیا یا همون چره مبتلا شویم؟ برسان بسیار خوب است. با وجود آمدن یا لامل هایی که چره را به وجود میاره در مردم، خوبتر است که سرازی واضح تر گپ زده شود. یک او است که یک مریض یا یک شخص که دچار هرنیا یا چره می شود، او کسایی هستند که زیادتر از اجناس وزمین استفاده میکنه، مثلا وزن زیاد را کاربر شاقه میکنه، شاقه را گرنگ بالا میکنه. دیگه اگر ما شما مثال هایشان رو بگوییم، مثلا او کسایی که در دهقانی کار میکنه، دهقانا هستن، زیادتر شاقه کار میکنه، در اون مریض ما هم میشه که چره به وجود بیه. او کسایی که مثلا در بادی بیلدینگ کار میکنه، زیادتر به خاطر زیبایی بدن خود که او وزن زیاد بالا میکنه، از حد خود کده زیاد، به شکل نرمال که باشه خود مشکل به وجود نمیاره. وقتی که از وزن خود کده زیادتر میروه، در اون حالت هم برای مردم چره پیدا میشن. پس یک لاملش این است که از اجناس وزنی استفاده کردن باعث به وجود آمدن چره میگردد. دیگه اگه سلسله‌وار پیش بریم، آفت هایی که در سینه به وجود میاد، هر نوع آفت، مثلا اگر از جمله ما شما تبرکلوز در نظر بگیریم، مردمایی که مکررن سلفه میکنه، 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه سلفه میکنه و در اطراف زندگی میکنه، اگر در مرکز هم زندگی بکنه، لازم نیست که در اطراف باشه یک انسان، نه هر جایی که کسایی که به شکل مداوم دامدار سلفه میکنه، این سلفه هم باعث ضعیف شدن اما حلقه‌ای که از او محتوی بطنی، احشای بطنی بیرون میبره، یکی از لامل‌های از این هم میشه. مثلا زیادتر کلانسندار ما شما دیدیم که به شکل مکرر سلفه میکنه و به دکتر اگر مراجعه بکنه دوا برشان میته، یگان تایشان قضیات رقمندی به این نشان نمیده که به دکتر مراجعه کنه. بله بدون شک. سوم، اگر در لامل‌های چره به وجود آمدن چره چی است؟ کسایی که قبضیت‌های مداوم می داشته باشه. اکثر مردمایی هستن که از غذاهای استفاده میکنه که در او فایبر وجود نمیده. فایبر مثلا میوه‌جات استفاده نمیکنه، از آب فراوان یا زیاد استفاده نمیکنه، اون مردما هم قبضیت میشه. وقتی که قبضیت شد در این حالت هم اون مردما زیادتر دچار مشکل چره میشه. بازم اگر در سلسلتاً پیش بریم، لامل چهارمی که در اینجا ذکر شده، کسایی که مشکلات بولی می داشته باشه، ادرار را اترا میکنه و بستنی ادرار بیرون نمیبره. وقتی که ادرار بستنی نبرمد، مریض به خاطر رفع تبول میتونه که ادرار بیرون میکنه، در اینجا زور میزنه. ای بازم زور زدن باعث از این میشه که برای مریضا چره پیدا میشه. پس باید به دکتر مراجعه شود، چون که مشکل در کجاست؟ مشکل در پروستات است. یگان آفاتای دیگه ای که در اینجا چون مسلکام شاید ما را ببینه به نام فیموسیس، یا وقتی که از قسمت بیرونی که ادرار مبرای احلیل قسمت بیرونیشان که هستم، دو قسمت هم یک تنگش به وجود میاد. وقتی که تنگش به وجود، بازم اگر مریض پروستات هم نباشه، از اون تنگش ادرار بیرون صحیح برآمده نمیتونه، باز در این حالت هم مریضا نمیتونه که بستنی ادرار بکنه، چرا برای مریضا می که شاید این مسئله رو باز در اطفال هم یادآوری بکنیم. کسای اطفالی که سرکمزیشن یا هم ختنه نشده، در او مریضا یگان دفعه قسمت بیرونی منتن میشه و میکروبی میشه، که در این حالت طفل وقتی که ادرار میکنه هم گریان زیاد میکنه و هم زیادتر با زور زدن تا که ادرار طفل بیرون برای هم میشه که طفل چرا اخته شود. عامل های زیادی که است دیگه حاملگی است. خانم هایی که حامله می باشه، تغییرات هورمونی بالای لگن حسره تاثیرات خود را ایجاد میکنه، باعث شل شدن، ضعیف شدن وترها می شود که در این حالت هم برای خانم ها کوشش میکنیم از اصطلاحات طبی زیاد استفاده نشه، مثلا لیبیما جرومین و در قسمت ها برشان یک چره پیدا میشه که هم از لامل هایشان هست که باید یادآوری سپیشن شود. بله دکتر صاحب، فقط کسایی که وزن گرنگ یا همون وزمین را بلند میکنن به چره محسوب میشن یا هم که کدام عوامل دیگه هم داره؟
خب از ما شما نمیتونیم که بگوییم که نه اجناس وزنی. مثلا یک طفل از مادر پیدا می شود به شکل کنجنیتال، یعنی از مادر زدگی که اصلا از که پیدا میشه، در او حالت هم این طفل میتونه که چرا باشه. اکثریت شما خواهد دیده باشین که طفلی که به دنیا می در اوایل متوجه میشه مادرش که در قسمت سفن در اوج یک پوندیدگی به وجود آمده، با دکتر مراجعه میکنه، دکتر برشان وقت میده، برشان میگه طفلی که پیدا شده بله ها چرا هسته، ولی تا 1 سال و 2 سال ما برای طفل وقت میدیم. مادر محتاط به این می باشه، متوجه به این می باشه که اگر در قسمت سفن هر پوندیدگی به وجود میاد او را داخل تیله کنه که بعد از 2 سال میتونه که امی چرایی که به وجود آمده این خود به خود خوب شود. اگر شد که امی نقطه ضعیفی که به وجود آمده بعد از تولد در طفل جور نشد، بعد از 2 سال میتونه که ایره عملیات جراحی بکنه. شاید در خانه و یار دوست ما شما که داره میرم دیده باشم یگان مردمایی که بالای ناف طفل یگان پنجه میمونه، یگان چیزایی میمونه، این چیزا رو شاید حتما دیده باشین. او را ما شما چرا گفته میتوانیم برشان میگه که تا 1 سال 2 سال منتظر باشن، این خود به خود خوب میشه. لامل خود به خود خوب شدنشان از این است که وقتی که طفل خرد باشه یکی کلان میشه و حلقه ای که در اوج است، نقطه ضعیفی که است او جور می شود، پس یعنی به شکل اعاده می شود، جور می شود. در اینجا 2 چیزی که بسیار مهم است متوجه بیادرای ما یا فامیلای ما شما باشه. اگر از این نقطه ضعیفه محتوی داخل بطنی بیرون آمده ارجاع شد، خدا کدام مشکل جور نمیکنه. اگر ارجاع نشد میشه که آنن به یک کلینیک صحی یا به دکتر مراجعه کنه تا که از نزدیک مریض را ببینه که مشکل در کجا است. دکتر صاحب میشه کم هم در مورد اعراض و علائم این بیماری برای ما و بینندگانمون بگین که ما چگونه بفهمیم که به چره یا هرنیا مصاب یا مبتلا شدیم؟ بسیار عالی. چره وقتی که یک مریض بالای چره کت چره روبرو می شود، خوبی از این است که بسیار یک کلینیک خاص خود را داره. مثلا یک مریض می بر شما میگه که در قسمت نرمال هر انسان میتونه که خود را ببینه که دین روز ما در قسمت نافی پوندیدگی نداشتم، امروز که پوندیدگی پیدا شده حتما یک آفت است. به کلینیک، به شفاخانه، به دکتر مراجعه میکنه. یک شاخصشان است. دیگه مردم خودشان یا شخص خودشان میگه که ما از مثلا یا جوالی هستم یا فرض مثال دهقان هستم یا بادی بیلدر، یک کسی هستم که کار وزنی را زیاد میکنم. این هم یکی از شاخص شناختن از این مریض است که ما شما متوجه از این باشیم که ها وقتی که مریض دهقان است میتونه که وزن بلند، وزن سنگین را بلند کرده باشه، نشده باشه که چرا باشه. یگان مردمایی که میگه که ما سموکر هستم یعنی سیگرت زیاد میکشه، هر کسی که سیگرت میکشه در این مریضا واقعیت چرا شدن نسبت به دیگه مریضا زیادتر است. این مریضا زیاد به چرا روبرو میشه. پس شاخص شناختن چرا ای است در هر قسمت که چرا به وجود میاد یک کتله‌ای که از حالت نرمال کده کلانتر می باشه بیرون مبره میشه که کتله در حالت راحت وقتی که مریض خواب باشه پس داخل بره. اگر داخل نرفت باز انظارشان خوبتر نیست. پس شاخص شناختن از اعراض علائم کلینیکی که در یک مریض چرا به وجود میاد یک کتله غیر نرمال از یکی از نقاط ضعیفه بیرون مبره. مثلا اگر در بطن ما شما فکر میکنیم در حالت نرمال ما شما میفهم که در بطن کدام برآمدگی وجود نداره. اگر برآمدگی به وجود بیاید این ما شما با نام چرا یاد میکنیم. باز دیج یک مسئله که مسئله‌کان محترم ما سر ما انتقاد نکنه، هر برآمدگی را ما شما چرا گفته نمیتونیم. میشه که تومور باشه، کتله باشه، دیگه باشه. ولی در چرا در اعراض علائمشان در شناختنشان است که کلینیک بسیار ضرور است که ما شما مریض را ببینیم که اگر این چرا داخل میرفت یعنی پس ارجاع میشد خب میشه که چرا است. اگر داخل نمیرفت جای به جای بند میشد باز دوجه تفریقی تشخیص بسیار ضرور است. دکتر صاحب میشه کمی هم در مورد راه‌ها و روش‌های جلوگیری این بیماری برای ما و بینندگانمون هم بگوین؟ تمام عواملی که باعث با وجود آمدن چرا میگرده در مقابل ازو به اصطلاح ازو کت ازو
خدافزی کردن. مطلب او کسایی که سموکر است، سیگرت زیاد میکشه، اولا بیسشانی است که کسی که سیگرت کش است حتما چرا میشه. دوم گفتم که تمام مردمایی که آفتای صدری یا سینه، قفس سینه را می داشته باشه، او مریضا هم مصاب خود چرا میشه که دو مریضا چی سلفه پیدا میشه. بیسی از دو چی بود؟ سیگرت کشیدن، که باید از این هم جلوگیری شود. سوم هر کسایی که زیاد وزن بلند را میگیره از استفاده میکنه. دیگه یک چیز برای ما در یادم میاد، در ذهنم میاد، اگر متوجه شده باشیم در اطرافا مردمایی که دهقانی میکرد، کار میکرد، یا فرض مثال به زمین میرفت دیگر می کمر خود را بسته میکرد تا یک اندازه قوت خود را حفظ میکرد. دی هوشیاری بود. فی الحال کسایی که از وزن جنسی مثلا یک جای موتور بند میشه، یک جای وزن سنگ است، یک بوجی آرد است، او را یک به یک بلند نکنه. وقتی که بلند میشه و در این حالت حتما مریض بچه رخته میشه. بالخصوص کسایی که کلان سن است، وقتی که سن بالا میره نقاط ضعیفه شل میشه. بسیار با آسانی مریض میتونه که چرا شود. و شما ما در طبابت زیاد دیدیم، در کلینیکا زیاد دیدیم کسایی که چرا میشه و اکثریت او مردمایی هستند که او کارای شاقه را میکنن، بالخصوص جوالیا، کسایی که گری گپا. پس میتونیم که جلوگیریشان توسط ازی بکنیم که از این کارهایی که سنگین باشه، ثقیل باشه، از این استفاده نشود. دیگه خانم هایی که حمل میگیره کوشش نهایی شود که اما وزنی که در شکم از او است، اما طفل که در شکم از او است، اضافه تر از او وزن سنگین را بالا نکنه. اگر وزن سنگین را بالا کنه، سر از این بفهمه که یک وزنی که در شکم از است باعث بالا گفتیم که داخل بطنیش فشار بطن بالا میشه. در اینجا طفل هر چقدر که کلان میشه فشار بطن هم کتشان زیاد میکنه. وقتی که فشار بطن بالا میشه نقطه ضعیفه بسیار یک زمینی خوب میشه که در اونجا چرا به وجود بیه. و یک لامل که ما پیش گفتیم پروستات است. اکثریت کلانسندار ما شما دیدیم وقتی که برشان پروستات پیدا میشه و تابلت استفاده میکنه، کپسول استفاده میکنه. میگه که تا 2 سال 3 سال 4 سال ما تابلت استفاده میکنیم، وقتی که ادرار هم میکنیم یا گزاره کتشان میکنیم که در اصل غلط است. در اینجا این مریض از عملیات پروستات میترسه. در اصل این یک مریض برای خود 3 عملیات دیگر به وجود میاره. مثلا طرف راست چرا میشه، طرف چپشان چرا میشه و خود پروستاتشان خو هست. پس از این مریض در اینجا هم ما شما وقتی که میخوایم که در جلوگیری گپ میزنیم خوبتری است که مریضایی که پروستات میباشه هم به وقت خود تداوی خود بکنه. در آخر باید در جلوگیریشان که آدم به چراخته نشوه. قبضیت هایی هستن که ما شما زیاد مریضا را دیدیم، زیاد مردم ها را هم دیدیم که زندگی روزمره خدا به شکل تیر میکنه که ما والا رکسب قبضیت هستم و یا به خاطر جلوگیری قبضیت هیچ کار نمیکنه. مثلا خوردن زیاد میوه ها، تمام میوه ها فرق نمیکنه که ما فلانی یک دو سه چیزا و خوردن از او غذاهایی که ثقیل تر است از او باید جلوگیری شود که نمیکنه. در اصل او مریض برای خود یک مشکل را جور میکنه. تداوی که ما شما در اینجا او تداوی که شخص برای خود باید بکنه او است که جلوگیری از قبضیت کردن که باز هم از چرا این مردم نجات پیدا میکنه. و اطفالی که ما شما پیش هم یک یادآوری کردیم، اطفالی که باید ما شما که از متوجهشان باشیم. مثلا طفلی که پیدا میشه و تا 7 روز چیزی که شرعی هم هست ختم نمیشه، یگان مردمایی را اعلام میکنه، میگه نه فیموسیس مسلک ما میفهمین التهاب قسمت بیرونی خود رای ادرار. جلوگیری از میشه. وقتی که ما شما با وقت خود طفل خود ختم میکنیم در اینجا در اصل ختنه مسئله شرعی هم بر جای شد و مریض یا طفل هم از یک عملیات ما شما نجات دادیم. بله. از اون قسمی که دکتر صاحب گفتن آن هیت از مادران که حمل دارن وزن گرنگ و ثقیل را بلند نکنن تا اینکه مشکلات دیگه به فرزندانشان یا صدمات دیگه برشان نرسه. دکتر صاحب چرا یا هرنیا آیا ارثی هم بوده میتونه یا خیر، یا هم که مادرزاد بوده میتونه یا خیر که طفل هنگام تولد شدن، هنگامی که متولد میشه چرا به دنیا بیاد؟ خب در اینجا یک چیزی که بسیار ضرور است. اول خب مسئله ارثیت در چرا قضیات در فکر گرفته نشده، اگر باشم فیصدی بسیار کم.
اکثریت آفتهای دیگه هست وقتی که ما شما او را در نظر میگیریم. اکثر یک مثلا آفتهای قلبی، آفتهای سیدیه و آفتهایی که اپندکس و دیگه گپا که هست اکثریت به شکل ارسی میه، ولی در چرا ما شما لامل مشخص را داریم که از یادآوری کردیم. بله ها، اطفالی که به دنیا میشه که چرا باشه. پیشترم یک اندازه یادآوری شد. اطفالی که به دنیا میاد در بطن مادر، ما شما او را تشخیص کرده نمیتوانیم. به خاطر تشخیص کرده نمیتوانیم که ای اگر مثلا گرده باشه، ما شما میتونیم که گرده را توسط معاینه تلویزیونی ببینیم که آیا آفتی که در گرده وجود داره. اگر این فرض مثال استخوان می بود، ما شما میدیدیم که ولی یک حلقه است که بسیار خرد است، کمتر از 0.2 0.5 یا از 10 میلیمتر به کمتر یک حلقه است ترین. ما شما نمیتونیم که سرازی در صورت ما شما میتونیم که اما که در داخل رحم می باشه، از اون قسمتی که انگوینل میگه، از اون قسمت در خود سفن آمده باشه و در اوجا بند شده باشه، این امکانات داره. یگان دفعه چاره های مختلف که به نام مثلا ما گستروشیز یا یک آفتی هستن، روده تمامشان از قسمت ناف به بیرون مبرایه که ما میتونیم که این توسط معاینه تلویزیون در داخل بطن مادر هم پیدا کنیم. ولی چرا های خردی که است نمیتونیم که ببینیم که یا در داخل بطن مادر است یا هم نیست. ولی چرا خوبترین وصفشان است تولدی که صورت میگیره. مثلا طفل گریان میکنه، طفلی که گریان میکنه سفن قسمت خصیه وقتی که دیده میشه واضح‌تر گپ بزنیم، چون که آنفهم گپ بزنیم بهتر است. در قسمت خصیه یا سفن مو خریطه‌ای که دو خصیه در اوجا می باشه سفن میگه برشان. طفلی که گریان میکنه او میپنده، از حد نرمال کده زیادتر میپنده. وقتی که پندید در این حالت مادر متوجه میشه که بله ها در قسمتی که سفن خود حالت نرمال به این شکل نمیپنده، یکی پندید اما پایین شده از قسمت، یا به دکتر مراجعه میکنه یا از قسمت کسایی که در نزدیکاشون هستن میفهمه پرسان میکنه که یه طفل در حالت گریان بسیار زیاد چی پایین میه. محتوی که دو قسمت به وجود میاره ما شما بچه‌شون دیده نمیتونیم. مثلا در اینجا روده میه، مثانه تا شد، یا هم اپندکس تا شد، یا هم ملحقات دیگه به نام سرب ما میگیم. بعد سرب ما شما نام نداریم، خب در کتابا میگه پلیسمن بطن، نگاه کننده، نگاه یعنی که محافظت کننده بطن. یگان دفعه هو هم تا میشه، ولی زیادتر در اطفال اما تا میشه. وقتی که اما در قسمت تا میشه خطرناک است. اگر با وقت خود مراجعه نشوه یا هم توسط مادر ارجاع نشوه بسیار خطرناک است. مثلا اکثریت کسایی که در مناطق دوردست زندگی میکنه، اگر مثال بیاریم که قسمت که 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت را باشه، طفلی که به شار میرسنه اگر ما را ارجاع نکنه، خوب است که شنوندگان محترم کسایی که ما را میبینه، این مادرایی که ما شما را ببینه، برای این چیز بسیار متوجه باشه. وقتی که طفل گریان میکنه سفن یا هم قسمت در جایی که خصیه در اوجا موقعیت می داشته باشه میپنده، اگر او را داخل برد خوب، اگر نبرد قسمتی که بیرون برآمده تا که به کلینیک دکتر یا به مراجعه میکنه میشه که تمامشون سیاه گردد. وقتی که سیاه شد باز این قابل ارجاع نیست. از اینکه ما شما بسیار یک کوتاهی خرد شد که مثلا ما را داخل تیله نکردیم، یک گفتم که خو خیر این هر وقت کلان میشه علاج که کدام مهم نیست، یا پس صورت طفل بسته میکنیم اما تلاش میکنیم، در اصل این یک خیانت کلان که طفل از امو فرد است. پس مسئله ارثیت در اینجا زیاد رول نداره و چرا به شکلی که طفل از مادر پیدا میشه. نه تنها در اینجا یک چیزی که در فکر ما شاید پیش گفته باشیم، یعنی چرا نه تنها در مردانه پیدا میشه، در زنها هم چرا پیدا میشه. یعنی ما اگه بگیم که 79 الی 80% اگه در مردا باشه، کمتر در خانم‌ها هست. باز فرق میکنه در اینجا. فرقشان مثلا این است که در خانم‌ها زیادتر چره ناف پیدا میشه، در مردا باز کمتر پیدا میشه. و در مردا باز چره هایی که پیدا میشه و قسمت مقبنی یعنی انگوینل که میگه دو قسمت ها پیدا میشه. ولی ما را گفته میتونیم که هم طفلی که
دختر باشه در او هم هرنیا به وجود آمده میتونه، طفلی که پسر باشه در او هم هرنیا به وجود آمده میتونه. بسیار تشکر دکتر صاحب. عزیزان بیننده، ما فهمیدیم که چاره چیست، چه اعراض و علائم را دارد و چه عوامل باعث میشه که ما به چاره مصاب یا مبتلا شویم. در حال حاضر هم یک بسته معلوماتی در رابطه با چاره آماده نشده است، میریم با هم یک جا میبینیم و زود برمیگردیم. جای نریم. بدن انسان ساختار پیچیده و هماهنگ دارد، اما گاهی این تعادل به هم میخورد و مشکلات با وجود می آید که می تواند زندگی روزمره را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از این مشکلات چره یا هرنیا است که در اصطلاح طبی به آن فتق می گویند. چره زمان رخ می دهد که بخشی از یک عضو داخلی بدن از طریق یک نقطه ضعیف در عضلات یا دیواره شکم بیرون می زند. این بیرون زدگی معمولاً به شکل یک برآمدگی در ناحیه شکم، کشاله ران یا ناف ظاهر می شود و می تواند با درد و ناراحتی همراه باشد. چره یا هرنیا انواع مختلف دارد، اما رایج‌ترین آن چره کشاله ران و چره ناف هستند که این مشکل ممکن است به دلیل بلند کردن اجسام سنگین، سرفه‌های مزمن، قبضیت‌های طولانی مدت، بارداری یا حتی ضعف عضلانی مادرزادی ایجاد شود. روش‌های درمانی چره بسته به نوع و شدت آن متفاوت است. در موارد خفیف استفاده از کمربندهای حمایتی و تغییر سبک زندگی ممکن است کافی باشد، اما در اکثر موارد عمل جراحی بهترین و مؤثرترین راه حل است. پیشگیری همیشه بهتر از درمان است. تقویت عضلات شکم، اجتناب از بلند کردن اجسام سنگین به طور نادرست، داشتن رژیم غذایی سالم و کنترل وزن می تواند خطر بروز چره را کاهش دهد. همچنان اگر علائم مانند درد، برآمدگی در شکم یا کشاله ران، احساس فشار و ناراحتی مداوم را تجربه کردید، نباید آن را نادیده بگیرید و باید نزد دکتر مراجعه نمایید. سلام تقدیم میکنم به همه همراهان برنامه صحت برای همه که تازه با ما پیوستند. بسته معلوماتی در رابطه با چره یا هرنیا بود که با هم یک جا دیدیم و شنیدیم. دکتر صاحب شیرافضل فیض، متخصص جراح عمومی و موظف در شفاخانه استقلال را در برنامه با خود به همراه داریم. دکتر صاحب، خوب است که در ادامه سخنانتان برای ما و بینندگانمان بگویید که کسانی که به این بیماری مصاب یا مبتلا هستند از چه نوع غذاها استفاده کنند و از چه نوع غذاها بپرهیزند تا اینکه زودتر خوبتر شوند. بله صاحب، در اینجا در آفت چره یک چیز قابل یادآوری است، این است که پرهیز خاص نسبت به آفتهای دیگه‌ای که ما شما داریم نداریم. مثلا ما شما در سنگای کسی سفر بله پرهیز داریم، در آفتهای معده ما پرهیز داریم، ولی در چره ما شما پرهیز خاص را نمی داشته باشیم که برای مریض بگیم که های پرهیز. مشخصا برای مریض ما شما یک لاملی که در چره بودن که باعث به وجود آمدن چره بوده او قبضیت های دوامدار. پس یک مریض از او غذاها استفاده کنه تا که قبضیت نشود. وقتی که جلوگیری قبضیت شدیم، یکی از لامل های با وجود آمدن قبضیت را ما شما خاموش کردیم. دیگه در با وجود آمدن که مثلا کدام غذاها رول داره، کدام غذاها رول نداره، در این قسمت لازمه هدایت وجود نداره که بگیم که این مریض یا این شخص که مبتلا به چره شده از این غذا استفاده کنه، از این استفاده نکنه. بله دکتر صاحب. دکتر صاحب، بعضی از هموطنانمون هم هستن که به چره یا همین هرنیا مصاب میشن و خودشان هم خوب میفهمن که ما به چره مصاب شدیم، اما اصلا نزد دکتر صاحبای معالج مراجعه نمیکنن و بعضی تداوی خانگی انجام میتن و بعضی دوای یونانی از بیرون تهیه میکنن و استفاده میکنن. توصیه شما به او عده از افراد اشخاص چیست و اگر زودتر تداوی نکنن و نزد دکتر صاحب مراجعه نکنن ممکن است چی که همراز دیگه به وجود بیاید؟ بسیار گپ خوب، بسیار بر جای. چرا که دیو بسیار نقطه ضروری است که او کسایی که ما زیاد دیدیم، یعنی زیاد در کلینیک‌ها شفاخانه زیاد که هر کسی را پرسان میکنی 6 سال میشه، 7 سال میشه، 10 سال میشه که ما چرا داریم ولی به دکتر مراجعه نکردیم، یعنی به شکلی گذرامند زندگی خود را تیر کردیم. به خاطر فهماندن خوبتر دو نقطه را در نظر میاریم. یکی است که در کل در عموم چره به دو قسم به وجود میاد. یکی است که چره هایی که ارجاع میشه، اقسام دیگه هم زیادتر است. خب به خاطر که خوب بفهمیم،
یک است که ارجاع چی معنی که پس بر جای رفتن. یکی است که نا ارجاع شده، یعنی غیر ارجاع، قابل ارجاع. ارجاع چی مطلب است؟ هر محتوی که از داخل بطن بیرون برآمد دموجه استک میشه، بند میشود. پس ضرور در اینجایی است و کسایی که چرا پیدا میکنه خوبتر است که به دکتر مراجعه کنه تا که از اعراض، از انظار، از اختلاطات بعدی خرابتر جلوگیری شود. زیادتر مردم ها که در کلینیک مراجعه میکنه در او حالت مراجعه میکنه که هرنیا در بیس یا در وصف ازی باشه که غیر قابل ارجاع است. هدف در غیر قابل ارجاع چی است؟ این است که از نقطه ضعیفه که از نقطه احشا بیرون برآمده پس داخل رفتن نمیتونه. مثلا اما بیرون برآمده، وقتی که اما بیرون برآمد از اون نقطه ضعیفه بیرون دوجه بند شد. وقتی که بند میشد در این حالت خون، شریان، ورید تمامشان بند میشد و قسمت مکمل از بین میرود. پس توصیه خاص ما من حیث یک چپن سفید یا هم دکتر برای مردمی است که ضرور ای است که این مردم ها با وقت خود به دکتر مراجعه کنه. اگر با وقت خود به دکتر مراجعه نکرد انظار خوب را نداره. با اکثریت مردم ها ما دیدیم که با وقت به دکتر مراجعه نمیکنه. لاملشان ای است که فکر میکنیم که اما په هوایی که مردم ها به شکل سر از این مسئله سر خوبی و بدی از این نفهمیده. اگر میفهمید به وقت خود مراجعه میکنه. حتی تا این حتی هم است که مردمایی که چرا میشه و خودش میفهمه که بله ها ما چرا هستم، ولی به کسایی مراجعه میکنه که او اصلا مسلکی نیستن. بر از او چرابند توصیه میکنه که در اصل یک وصف بسیار غیر معقول هستند. برشان میگه که شما برین تا 1 سال 2 سال 5 سال این چرابند را استفاده کن. چرابند چی است؟ اما محتوی که بیرون برآمده این چرابندی را پس داخل تیله میکنه. در اصل این تداوی نیست. ما در تعریف ایتو گفتیم نقطه ضعیفه، حلقه ضعیفه که محتوی بیرون برآمده. تا که ما شما نقطه ضعیفه حلقه را اصلاح نکنیم تا او حق چرا از بین نمیره. پس جنبندی به این مطلب که در این نقطه جنبندی کنیم که چرا هیچ نوع تداوی طبی نداره که ما شما برای مریض دوا میتیم که بیادر جان دوا را استفاده کن تو چرید خوب میشه. غیر معقول. هیچ وقت هیچ جای نامده غیر از اینکه با دکتر مراجعه نشوه، تشخیص قطعی مانده شوه که بله یا تشخیص قطعی تو چرا هستی، تداوی جریره برشان بده. بله دکتر صاحب در اخیر هم پیامتون را می داشته باشیم. تمام هموطنان عزیز را این پیام دارم. زیادتر ما در هر برنامه که گپ میزنیم سر از یک تاکید میکنیم که هر کسی که در اطراف یا در شهر زندگی میکنه کوشش کنه که حرفتی که برشان پیدا میشه خودسرانه کتازو یا عادی کتازو برخورد نکنه. مثلا اگر چرا باشه، اگر اپندکس باشه، اگر کسی صفرا نوافتی که برای مریض پیدا میشه باید اتحادی نگیره. با وقت خود به دکتر مراجعه کنه چون وجود سر انسان حق داره. با وقت خود به دکتر مراجعه کنه تا بفهمه که یافت انظار خوبتر داره، عواقب خوبتر داره، بدتر داره، خود را بفهمه. ولی خود شفاخانه های دولتی بسیار یک امکانات خوب در شخصی ها امکانات خوبتر است. مراجعه کنه ببینه که آفتی که برای ما به وجود آمده انظار خوب داره یا هم بد داره. اگه خوب داشته باشه خود تداوی خوبتر، اگه بد داشته باشه بازم که تازه همکاری شده میتونه. سپاس دکتر صاحب از حضورتون به برنامه امروزی. شما هموطنان عزیز از شما هم سپاسگزاری میکنم که تا حال بیننده و شنونده برنامه خودتان صحت برای همه از دریچه رادیو تلویزیون معارف بودید. همچنان جا داره یک سپاسگزاری خاص کنیم از اینستیتوت ملی صحت عامه افغانستان و همچنان کمیته ارتقای ظرفیت وزارت صحت عامه که در هماهنگی این برنامه با ما همکاری کردند. اگر شما نظر یا دیدگاه در رابطه با بهبودی برنامه دارید می توانید از طریق فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب معارف تیوی با ما شریک سازید. تا یکی دیگر از برنامه‌ای که من احمد منصور مسعود با جمع از همکاران عزیزم معشوق جان، ناصر جان و صمیم جان تهیه و تقدیم شما می‌گردانیم. شما را به الله توانا و دانا امانت می‌سپاریم. تا برنامه بعد بدرود.